شرمنده. رو آنتن بودم. میریم 1 2 بگیر. یگانه شبی، هموطنی، درد منی، درد تو هم، تو با منی، من با تو هم، تو به کجا ما به کجا. شبتون بخیر، خسته نباشید. برنامه نه چندان شاد، چرا که ما هم درد داریم، شما هم درد دارید، اونها هم درد دارد، اینها هم درد دارد. از چه بگم؟ یعنی این خلایی که در گفتمان من میفته من رو به یاد این میبره که ما کجا بودیم و به کجا آمدیم. از کجا آمده ام شتر سواری را بگیر دلا دلا، نتوان بر به گزاف. یکی از دوستان ما مطلبی برنامه کوتاهی تهیه کرده. شرمندم جانم، متوجه شدم همین الان. بله متوجهم. چشم تشکر. برنامه ما برنامه زنده از برنامه پخش مستقیم، چیزی از پنهان نداریم. از اتاق فرمان بودن، با ما تماس گرفتن، گزارش کوتاهی تهیه کردن برای شما که میذاریم. شاعر میگه و یحتلونو و رختلنی، و حتی شاعر دیگه میگه اشتونتو خلقشتین مشتونتو پلخشتین. هر دو این شعر در تفسیر و معنا دچار مشکلاتی شدن، برای اینکه دوگانه‌گویی در تمام حالا نمیشه گفت شعرا، به دلیل اینکه داشتیم نوادگانی که حتی موسیقی خیلی زیبایی هم زدن. حتی شما اگه دقت بکنید خود آقای چینکولوفسکی، یکی از بزرگان عهد عتیق، حکایت کند نزد عبدالعزیز که داشت در نگینش انگشتری، چرا می روی تو به پشتری. این را داشتیم، مشاعر و شعرای زیادی داشتیم. حالا از بحثمون خارج میشیم. از اتاق فرمان به من گزارش دادن که یک کلیپ، نه از واژه خارجی استفاده نکنیم طبق معمولی، که حتی من شرمندم اینو فراموش کردم اول بسم الله بگم که نه اینو نمیگم، به دلیل اینکه حتی اون دوست عزیزمون هم که اگه برنامه‌های قبلی ما رو دیده باشید، که میدونم که امکان ما رو دنبال کرده باشید، نه اینکه دنبال ما دویده باشید، منظور برنامه‌های ما رو دنبال کرده باشید باشه، اصلا متوجه شدم میفرمایید این بحث اصلا به شما بر بود. من شرمندم. بحثم خارج نشیم. برنامه کوتاهی داریم با کلیپ خیلی زیبایی که دوستان ما داشته در خارج، در غربت، و فکر میکنم ایشون دوچار مشکلاتی شدن که حتی اگر کمک شما بیننده عزیز، البته ما قصدمون اینجا واقعا درخواست کمک نیست، برای اینکه میدونم شما عزیزان کمتر از $2000 به ما کمک نخواهید کرد. به خاطر همین بحث ما بحث قشنگ، بحث من بحث دله اما قشنگه، پیرنه دگو، ببخشید اصلا این با شما صحبت کردن مثل با شما درد دل کردنه. به خاطر این من میرم توی رویای خودم. داشتم میگفتم یکی از دوستانمون گفتش که آقا شما چرا ای گل پسر پیرن پسر گلی پسر درد پسر بپری پتنده گزارش تهیه کرده از برنامه‌های شبکه‌ای نمیشه گفت در بدری، ولی میشه گفت از مشکلات مردم در اروپای شرقی، به خصوص در قسمت غربی، و همچنین با وزش باد در میونه. البته کماکان گزارش شده باران‌های متعددی خواهیم داشت. در نیمه‌های کرانه غربی دچار
رعد و برق شدید خواهیم شد و ایشون گزارش تهیه کردن از این برنامه که شما مشاهده خواهید کرد. البته ایشون با پای پیاده گمگمک نمک رینگلاند، البته ایشون این مسئله طی کردن که ما گزارش ازشون تهیه کردیم و شما میتونید ببینید مشکلاتی هست، مشکلات در خارج کشور بودن. چقدر وول میخورید دوست عزیز در این صندلی. شهروندم من بندم. یکی از دوستانمون گزارش رو ببینیم دچار مشکلات فنی شد. ببخشید مزاحمتون شدیم. میشه بپرسم شما چی شده امشب؟ هیچی، نشسته بودیم بله. تو ایستگاه اتوبوس. بله. منتظر اتوبوس بودیم، ساکمون رو زدن. توشم پیسیرو بود. یعنی شما بعد ساکمون رو زدن. نه واقعا. یعنی الان شما پمپمون یعنی الان شما مشکلی براتون پیش اومده؟ یعنی الان چقدر پولتون از دست دادین شما؟ به پلیس مراجعه کردین؟ مراجعه نه، یعنی منظورم مراجعه. نه مراجعه برای چی بکنیم دیگه؟ خب چی شد پس؟ رفت زدن. ساکتون رو زدن؟ ساکمون رو زدن، پمپمون هم زدن. نه بابا. یه نفر چند نفر بودن؟ یه نفر بودن، ما 2 نفر بودیم. بیا بریم. زدن رفت. خیلی ممنون. آقا اینو لطفاً پخش کنید. خواهش می‌کنم. شبتون خوش. به دلیل ضیق وقت از دیدن من معذرت، صدا کش میاد. تا لحظاتی بعد خدا نگهدار. شبتون خوش. بای.